میگه یک زمان دختر حضرت عمر به نام حفصه بود. وقتی میگه بیوه شد، بیوه ماند، در قاعده دین ما همین است که ما دخترهامون باید که گوییم که من دختری بیوه دارم، من دختری خانه دارم، خلاص اگر فلان خیل دامادها باشد ما تیاریم که با او مقصد یک رشته خیش و تباری برقرار کنیم. حضرت عمر میگه حضرت ابوبکر گفت که همین حفصه دختری من گفتن بیوه مانده است، امکان ندارد که همون را مقصد شما بزنی گیرید. همین امکان ندارد گفتن که شما همین دختری مرا بزنی گیرین. ابوبکر صدیق گفتن من یک گفتن فکر کنم. وقتی این سخن عمر رد کرد، حضرت عمر میگه خیلی غضبناک شد. ولی نمیداند که برای چی ابوبکر سخن عمر رد کرد و سبب رد کردن هم چیزی نگفت. میگه این پیشنهاد به حضرت علی هم کرد، گفت همین دختری مرا نمیگیری؟ گفت بیوه شده است. میگه حضرت علی هم حضرت عثمان هم همه رد کردن. گفتن یک فکر کنیم. گفتن از بین یک مقدار روز گذشت، پیامبر نازنین من برای حفصه خواستگاری رفت و حفصه دختر حضرت عمر در نکاح خودش در آورد. وقتی که حفصه در نکاح حضرت عمر در آمد، حضرت ابوبکر، حضرت علی، حضرت عثمان با حضرت عمر وا خوردن و گفتن وقتی که شما گفتین ما شما را رد کردیم، ما در چهره شما یک غضب احساس کردیم که شما ناراحت شدین که مقصد چرا از این نعمت خدا اینها روی میگردانند. لیکن گفت عمر دان که ما در صحبت حضرت بودیم، از دختر شما میپرسید، یعنی گوییم که در نسبت دختر شما علاقه پیامبر گرامی میل و رغبت گرفتن داشت، ولی ما نخواستیم که سیر پیغمبر خدا را مقصد تا زمانی که کار نشیده است ما فاش کنیم. برادرای عزیز، شخصانی که دعوای امتی میکنیم، شما بینید که کار اصحاب پیغمبر را بینید که چگونه رفتارها و چگونه معامله داشتن، چیزی را که از پیغمبر شنیدن به جان و دل اجرا میکردن. ما امروز برادرای عزیز حقیقتاً این یگان جایی بگیم اکو یگان حالتی من احساساتی و غضب نیستم. امروز در امت امروزه فقط همه پیشی بر زدن یا فقط دعوای امتی هست، لیکن دعواهای پوچ. یک بارک برادرای عزیز تمام افعال خود، رفتار خود که با حدیث پیامبر، با حیات صحابه چین کن، یگان موافقت داره، یگان نزدیکی داره. میآیند در پیشمون سیرهای دیگر را میگیم، باز دو گوشی دیگر پیدا میکنیم گوش کنیم. پیشی راهش نمیگیریم که برادر عزیز آیا از خدا نمی ترسی؟ همون آدم در تو مقصد سیر دلش گفت، همچه یک آدمی نزدیک، همچه آدمی باوریناک، برای همین که تو آمده در بین مردم فاشش کنی. ای چی تری دین داریه، ای چی تری اسلام داریه. انا برادران عزیز،
اگر امروز ما پیش دهن یکدیگر را وقتی غیبت میکنند، وقتی سیر یک نفری را فاش میکنند، یا وقتی عیب یک آدم مقصد گپ میزنند، وقتی اینها را ما و شما برادرای عزیز اگر صدی راهشون شویم، اینقدر بدبختی ما را فرا نمیگیرد. من این سخنها را برای اون نمیگم که همتا یک رنگ گویا که در گردنم یگان وظیفه باشد که من را باید بگم و بگذارم برم. نه، اینها را من برای آن میگویم برادرای عزیز که گوش کنین. بگذار 10,000 گوش میکند، بگذار 20,000 گوش میکند، حد اقل یک قسمت شما با این عمل برادر عزیز شما پایبند شوین. زیرا اگر همین نگاه داشتنی سیر اگر در ما و شما نباشد، برادر عزیز و گرامی، حضرت علی میگه تو هیچی نداری.